سرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام های فراوان من ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است. در برنامه امروزه با حضور پروفسور جهانی ازانزاد که کارشناس ارشد مسائل های بهداشت غذایی است و سالهای طولانی در این رشته تحقیقات زیادی هم به انجام رسانده است، با حضور استاد یک صحبتی میکنیم در موضوع فضای غذایی و شرایط صحتی. وضع امروزه غذایی و شرایط صحتی را چگونه ارزیابی میکنید همچون کارشناس مسائل بهداشت غذایی؟ مرحمت است. البته غذا یکی از پرابلم های گلوبالی جهانی به حساب می رود و امروز در عرصه دنیا تقریبا بعضی معلومات ها 820 بعضی معلومات ها 920 میلیون آدم از نارسایی غذا تنقیصی میکشند. پرابلم های غذا در عرصه بین المللی امروز دو نوع است: نارسایی غذا و پرخوری. در دولت‌های رو به ترقی امروز سطح استعمال غذا از روی کالری نوکی 2350 کیلوکالری به سر هر اهالی راست می‌آید. اما در دولت پیشرفته و ترقی کرده دنیا این روند با 3000 و قریب 350 کیلوکالری را تشکیل می‌کند که این تقسیمات نابرابری محصولات غذایی در عرصه جهانی به حساب می رود. امروز غیر از این وجود دارد گرسنگی نهانی. این معنای آن را ندارد که محصولات غذایی نیست. محصولات غذایی هست، استعمال می کنند، اما در این روند نارسایی مواد غذایی به چشم می رسد. این نارسایی سفیده ها، نارسایی ویتامین ها، نارسایی عنصرها، ماکرو و میکرو عنصرها که این هم یعنی یک پرابلم نهایت مهم و گلوبالی به حساب می رود. مثال از نارسایی مواد یود در دنیا تقریبا 230 میلیون مبتلای بیماری جاغرند. نیچه عصبی 40 میلیون آدم آسیب دیده است. تقریبا 20 میلیون به بیماری روحی مبتلا گشتند. 11 میلیون آدم به بیماری کریتینیسم فدامت مبتلا شده است. این از یک نارسایی مواد یود. با خود همین بیماری زیاده به 1 میلیارد آدم در عرصه دنیا تهدید میکند، زیرا که مواد یود نه در همه منطقه ها است. و در بعضی منطقه های نزد اوکیان ها، نزد بحرها، در اونجا مواد یود به مقدار زیاد است. هر سال مثال از قشر زمین زیاده از 500,000 تن یود شسته می شود به بحر و اقیانوس ها می رود و در اون منطقه هایی که از این بحر و بی‌نصیب هستند در اونجا زونه ها یعنی منطقه های اندمیکی از نارسایی یود به وجود می آید. از نارسایی مثال ویتامین آ هر سال 500,000 کودک قسماً و تماماً نابینا می شوند. از نارسایی ویتامین یکی از ویتامین های نهایت مهم است، هم برای افزایش، هم برای ترقی کودک، هم برای بهتر شدن بینایش چشم. و این در روند امروزه اگر ما گیریم، وقتی که قسم زیادی جوانان امروز با تلفن های سمارت فون و دیگر تلفن ها بیشتر در نزد تلویزیون ها میشینند، بسیاری از کارگرها هم در کارشون با کامپیوتر ها است، آنها به مقدار زیاد ویتامین آ گم میکنند. یعنی از چه لحاظ؟ از لحاظ اون که ویتامین آ گم نمیکنند، نه که مواد راداپسین را گم میکنند. مواد راداپسین این یک مواد نهایت مهم است برای بینایش چشمان ما. و این مواد تنها با تاثیر با موجودیت ویتامین آ در بنیه انسان سینتز می شود. قریب 2 میلیارد آدم از نارسایی مواد آهن در دنیا تنقیصی میکشند و این آدما نه اینکه تنقیصی بلکه آنها مبتلای بیماری کمخونی از نارسایی آهن میگردند و این هم یک پرابلم هست که او هم در عرصه جهانی حل خود را میخواهد.
در دنیا تقریبا 2 میلیارد آدم مبتلای فربهی هستند. از آنها 600 زیاد وزنی با فربهی و 630 میلیونشون در حقیقت با بیماری فربهی مبتلاند. و از این لحاظ باید یک چیز را در خاطر داشت. در اینجا با بسیار موادهایی هستند که نارسایی آنها با بنیه انسان تأثیر نهایت منفی دارد و باید یک چیز را در خاطر داشت که همه این با استعمال عاقلانه و ثمره بخش غذا علاقه نهایت زیج دارد و باید ما تذکر دهیم که در غذا هم با نوعهای غذا از روی اگر نظریه غذایی گیریم، غذای عاقلانه، غذای وگتریانی، غذای خامخورها و دیگر نظریه های غذایی انتقه و دیگر را وجود دارند و بهترین غذا این غذای راسیونالی است که از کلمه راسیونالیس ترجمهش از زبان لاتینی دانا. فکر کنید که هیچ وقت آدمی دانا برای آنکه سلامتی خود را حفظ کند از غذایی که به او ضرر دارد استعمال نمی کند و از این رو این نام به خود همون مفهومش درست می آید و از این لحاظ اگر ما به تمام عامل‌هایی که با بهداشت سلامتی انسان تاثیر می رساند اگر نظر افکنیم، در نوبت اول زیاده از 50-60% را غذا در بر میگیرد، 20% با محیط اطراف، 20% با ارثیات و 10% فقط با یاری طبی، یعنی همون مسئله های طبی علاقمند است. در صف پیش برای بهداشت غذا در اصل غذا در جای اول می ایستد و این روز ما باید غذا را عاقلانه استفاده بریم و در غذای ما باید که تمام مواد غذایی که برای ما لازم است باید باشد. غذا هم پرینسیپ دارد، از 3 پرینسیپ عبارت است: توازن نیرو، توازن مواد غذایی، رژه غذا. این 3 چیز را اگر انسان با پورگی عملی سازد او میتواند که بیمار نشود. حتی یکی از فیزیولوژهای مشهوری روز میچنیکوف گفته است که اگر انسان عاقلانه غذا استعمال میکرد نه کمتر از 150-200 سال عمر میدید و انسان برعکس چنان غذا استعمال میکند که عمر خود را کوتاه میکند و از این سبب مسلم است که غذا برای بنیه انسان فایده نهایت بزرگ دارد. یعنی هم استاد او آمارگیری که در سطح جهانی کرده به تاجیکستان هم البته داخل این به هم دولت یک بیماری که معمول است در اروپا و در امریکا و در همه و سر اون یک نوع جنگ هم اعلان کردن، فربه شوی یا ابزارست میگن. آهسته آهسته و بدنهای اجتماعی ما هم به محیط ما هم وارد گردیده است که مثلا امروز هم برنامه‌های دولتی هم در این زمینه بود، برنامه قبول شدن به تصویب رسیدن و همون استاد در مورد راسیون یا که ترکیب غذایی ما صحبت کرده که از اوگلیواد یا که سبزیجات اینا ترکیب یافته است، از خودی مثلا اون بیلاک یا که سفیده ها ترکیب یافته است، از اون چرب روغن، اینها سری همین اگر صحبت کنیم استاد مشخص تر کنیم که همین راسیون که ترکیبی غذایی ما چگونه باید نقشه بندی شود. من در وقتی صحبت گفتم که 3 پرینسیپ است. یکم پرینسیپ گفتم که این توازن نیرو. هر قدر نیرویی که انسان هنگام کار و فعالیت از بنیه خارج میکند باید که همان قدر نیرو با بنیه وارد کند که در بنیه انسان توازن نیرو باشد. گرمونیا یا بالانس به وجود آورده شود. گرمونیا یا بالانس؟ بالانس همین توازن. همین توازن باید برابر باشد. یعنی آنچه که اخراج شده است اون پر وارد شود و در برابر این همون توازنی مواد غذایی. مواد غذایی و کدامند؟ سفیده ها، چرب ها، کربوهیدرات ها. اینا اساس نیروی بنیه انسان را تشکیل میکنند و هر قدری ما آنها را صرف کنیم باید همون قدر به جای آنها پر سازیم. رژه غذا در یک روز انسان باید 3 بار 4 بار غذا استعمال کند و در ساعت‌های معین و در معیار معین. سحرگاهان تا 25% غذا،
البته غذاهای صبحانه باید که اگر در آنها محصولات شیری باشد برای انسان نهایت مفید است. در آنجا اگر شیر با روغن، شیر با برنج، شیر با مرجمک، یگان باید شوله با یا که شوله مرجمک باشد، اگر شیرم را باشد با مرجمک پزند. من همین غذاهای سب بعد نشایسته و نه مثال در زبان روسی معنی کاش میگویند و باید یک چیز فهمونم که همون معنی کاشت هم همون مغز گندم است که هر دوی این محصولات که نشایسته که این تاریخ قدیمه این ملت ما هست و او را از قدیم استعمال کرده می آمدند و باید گفت که ما یکی اساسگذاری همون معنی کاشی هستیم که و دیگر ملت ها بعدا او را استفاده بردند و البته نشایسته باشد اگر در صبحانه استعمال کنند بسیار خوب می شود. خیلی اگر برای کودکان البته اگر صبحانه فله باشد یا که به زبان روسی تورog میگویند در غذای آنها باشد این خوب است، زیرا که من برای چی از محصولات شیری سر کردم. یک تحقیقات نهایت بزرگ عملی شد که در اونجا در حیوان ها در کلموش‌های ذاتی یعنی معمول یا که ذات خاص به همون از محصولات های غذایی گرفتند و از هر نمودی محصولات غذایی و با آنها حجره های سرطانی را گذراندند و در مدتی معین با آنها از این غذاها داده یعنی نظارت بردند و تجربه گذراندند نظارت بردند تحقیقات گذراندند و معین گشت که از مثال محصولات گوشتی محصولات دیگر سبزیجاتی و دیگر 5 روز عمر برد 10 روز عمر برد 15 روز عمر برد 20 روز زنده ماند. اما از گروهی که محصولات شیری استعمال کردند آنها تا 55-57 روز یعنی عمرشون دراز ماند. با آنها با چنین عقیده ماند که در محو کردن همون حجره های سرطانی یعنی نقش محصولات شیری نهایت مهم است و باز تکرار میکنم محصولات شیری اصیل طبیعی میگویند طبیعی اصیل نه اینکه اون محصولات های شیری قسمت زیاده که امروز با از صنعی حاصل میکنند و با آنها کنسروانت و دیگر چیزها همراه میکنند خودی کنسروانت ها خودشون سرطان آورند. اینا باید دانیم آنها مواد کیمیایی هستند و هنگام استعمال آنها می توانند که با زنده شوی و شروع شوی این حجره ها مدد رسانند و باید گویم که در اصل همین سه مواد غذایی سفیده، چربو و کربوهیدرات اساسی نیروی انسان را در بر میگیرند و باید که ما آنها را در معیار معین استعمال کنیم. سفیده ها اینها خشت های ساختمانی بنیه انسان هستند. سفیده اساس زندگی است. به سفیده زندگی وجود ندارد. این یکی از موادی نهایت مهمی پلاستیکی است. تمامی مبادله های ماده هایی که در بنیه انسان یعنی جریان می‌یابند آنها البته به سفیده عملی شده نمی‌توانند. سفیده ها در حاصل شوی زیاده تمامی فرمنت ها اشتراک میکنند. آنها در تمامی یک در عضو انسان نیست یگان عضوی که در بنیه انسان که به سفیده ها وجود حتی حجره های خون همه آنها با سفیده ها و هنگام استعمال غذا و هنگام تجزیه شوی 1 گرم سفیده در بنیه انسان 4 کیلوکالری نیرو حاصل می شود. چربوها هم نیز برای انسان فایده کلان دارند زیرا که به چربوها اساسی ممبران نهایی حجره ها را در بر میگیرند. چربوها به حاصل شوی خلسترین، فسفولیپیدها، تریگلیسیریدها و این موادها با کسلوت‌های چربویی ناصر، کسلوت‌های چربویی سیر شده مساعدت میکنند. اساس معاینه سر ما تا 80% از چربوها عصب‌های
همون عصب‌های معاینه سرم آنها هم به چربو زندگی کردن نمیتوانند. اما چربو معیار دارد. مثال اگر سفیده ها از طلبات حاضره اگر تشکیلات عمومی جهانی بهداشتی را که عمومی جهانی تندرستی را با اعتبار گیریم از 45 تا 60. لیکن در ایام شوروی وقتی که همین غذاها موادها معیار داشتند آنها از 100 از 80 تا 150 گرم سفیده وابسته از سن و سال، وابسته از محیط مهنت چقدر کار وزمین باشد و زیاد برود و وابسته از محیط اطراف چیلی گفتم همون را معین میکردند و غیر از این کربوهیدرات ها اساسی تمام غذای ما را در بر میگیرند. اگر در بنیه برای تامین بنیه انسان 12-15% سفیده لازم باشد، 30% چربو لازم باشد، پس 55-60% کربوهیدرات یعنی غذای روزانه ما را تامین میکنند. و از این لحاظ غیر از اینها باز ویتامین ها هست، عنصرها هست که اونها هم در تامین بنیه ما نقش مهم را اجرا میکنند. از این لحاظ چه باید کرد؟ غذای آمیخته استعمال کرد. غذای آمیخته این بهترین غذای محصولات گوشتی، محصولات سبزیجات، دانگی ها آنها یکدیگر را از موادهای نارسایی غذا تامین میسازند. باز نقش بزرگی سفیده ها در آن است که آنها منبع امینوکسلات ها. امینوکسلات این اساس زندگی هستند. آنها 20 تا 8 تا 9 تا 10 تا 2 تا دیگر عوض می شود، عوض نشوندند 12 تاش عوض شونده. عوض نشونده از لحاظ آنند که آنها را ما تنها توسط غذا استعمال کرده میتونیم. عوض شونده هاش خودی بنیه آنها را یعنی حاصل میکند. از این لحاظ غذا این یک عاملی نهایت مهم است که از پیچ و تاب‌های زیاد عبارت است و اگر ما غذا را عاقلانه استعمال کنیم ما میتوانیم بیمار نشویم. مثال در یک روز ما موافق طلبه باید از 350 تا 400 گرم نان استعمال کنیم. در یک روز تا 450 500 گرم میوه و سبزیجات استعمال کنیم. اما این رو نمیکنیم. ما اگر یک یا زیاد میکنیم یا که پایان میکنیم. ما پایانیم، ما بالا نیستیم. مثال در فرانسه 800 گرم میوه و سبزیجات است. در یونان 800-900 گرم میوه و سبزیجات است. در چین در دولت‌های جنوب و شرقیشون میگن همونجا اونجا با 1 کیلو گوشت در هندوستان و چین با 1 کیلو گوشت 1 کیلو سبزیجات استعمال میکنند. ما این را باید نقد دونیم که این با خودش یک معنای بزرگ دارد، زیرا که هنگام خوردن محصولات های گوشتی از همه دیرتر در بنیه انسان محصولات گوشتی حل بشود. او تا 8 ساعت دوام میکند و از این لحاظ سبزیجات ها در حالت با او استفاده بردن ما آنها به هضم شوی مدد میرسانند، زیرا که کسلات های ارگانیکی در ترکیب سبزیجات ها هست و آنها یعنی با اون پروسس هضم شوی رو حاصل شوی شیره معده و کسلات داخلی معده رو پپسیناگین رو بر حرکت می‌داره. این در هضم شوی فایده کلان دارد. از این لحاظ محصولات شیری موافق طلبات باید که 1000 میلی لیتر همش از حساب شیر، سمتانا، قایماق، کیفیر، جرغات، چکه، قروت، شیر باید که از حساب میانه 1 لیتر شیر رو یعنی تشکیل کنند، زیرا که قایماق هم از شیر می شود، چکه هم از شیر، جرغات هم از شیر. این باید که و در موافق طلبات یکی از تشکیلات های با نفوذ جهانی در مسئله محصولات شیری میگویند که باید که هر روز کودکان در دنیا 1 استکان شیر نوشند. البته برای چی؟ برای که شیر منبع کلسیم است و استخوان آنها را مستحکم بکند، مغز استخوان را مستحکم بکند و کلسیم حاصل می شود و این کلسیم در خون‌آفرینی استفاده می شود، در مستحکم کردن استخوان تاثیر می رساند. از این لحاظ ما باید آنها را در وقت و مهلت معین
استعمال کنیم و استفاده بریم. تشکر زیاد استاد، تشکر که از مصلحت های شما فکر میکنم بیننده ها بسیار استفاده میبرند و ترکیب غذایی رو از آن چی که شما گفتید، از همون راسیونی که گفتیم، از ترکیب هایی که شما گفتید استفاده بردید، از غذاها گفتید، از اون منبع هایی که غذا رو سر استعمال میکنند از اونها استفاده میبرند و یک زندگی سالمی برای خود در میابند. زنده باشید. بار دیگر یادآور میشویم که در صحبت ما حضور داشتند کارشناس ارشد مسئله های بهداشت غذایی، دکتر علوم های طب پروفسور جهانی ازانزاد. روزگار خوش و بردوام و ایام بکام.